راغب اصبهانی رحمت الله علیه در کتاب محاضرات الادبا می‌آورند که در زمانه خلافت منصور یک شخصی را به زندان می‌فرستاند. میگوید زندان ها را چرخ زن، محبس ها را با محبوس ها واخوری کن، آنها را بپرس که ما اشد ما مر بکم فی هذا الحبس، چه روزهای سنگینی را در این زندان ها پسی سر کردید، چه سختی ها را در زندان دیدید؟ گفته پرس و جوابش را به نزد ما گران بیافت. وقتی که نماینده ها رفته محبوس ها را پرسیدند، محبوس ها گفتند که ما فقدنا من تأدیب اولادنا، از همه سنگین ترین و وزنین ترین عذابی که ما در این زندان ها میکشیم این است که ما از آداب دادن فرزندان ما محروم هستیم. ما محروم از آن هستیم که فرزندان خود را نمیتوانیم آداب دهیم، نمیتوانیم تعلیم دهیم. آنها بدون تربیه ما به وای رسیده ایستادن. این است برای ما روزی سختی در زندان گفتن. کسی گفتنش ممکن که زندانی چی و آداب دادن فرزندانش چیه کن. لیکن یک چیز را همه باید خوب بداند که بعضی انسان ها بسیار کوتاه اندیشه و کوتاه نظر هستند. حتی کسی را شنیدم که میگویند که اگر فلانی آدم خوب میشد زندانی میشد. میگوید از قدیم الایام در زندان دو طایفه مردم هستند: مردمی صالح، مردمی بیگناه، یعنی بیگناه در آن جنایتی که به آن تهمت شده زندان شدند، و مردمی واقعا گناهگار. لیکن هستند با گناهگارای اساسی که در بیرون و در آزادی گشتیند تا اینکه الله تعالی جزای مکمل روز قیامت برای آنها ذخیره کرده است اگر در دنیا جزا نکشند. خلاصه ببینید که مردم قدیم چی غم داشتند. وقتی که پرسیده شدند زندانی ها که چی روزهای سخت را پسی سر کرده، گفتند که از همه عذاب سخت، علم سختی که در این زندان دیدیم این است که ما از تربیه فرزندان ما، از آداب دادن فرزندان ما محروم هستیم.